الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواهران و برادران عزیز، برای من یک سؤال خیلی و خیلی مهمی را خواهران عزیز رسانیدن و بسیار تأکیدم کردن که حاجی بابا همین را مقصد شما بیان کنین که در همین مسئله بسیار بی‌پروایی و بی اهمیتی هست. زین لحاظ این سوال و این جواب را برادران عزیز و گرامی گوش اندازین. سوال چنین است که وقتی که زنها از طرف مردها طلاق می شوند، بسیاری از زنهای بوده است که اینها چیکار میکنن؟ بسیاری از زنهایی هستند که زمانی که طلاق میگیرن یک هفته بعد یا 2 هفته بعد اینها در حال نکاح میشوند و گوییم با شوهر دیگری زندگیشون دوام میتن. آیا حکم نکاح همی یا حکم زندگی اینها از نگاه شریعت چی است؟ خواهرای عزیز، انشاءالله من گمانم همین است که شما همه میدونین که بعد طلاق حتما زن باید عده بپاید. عده یعنی به معنای از جهت لغت گویم معنای شمردن میگیم یا حساب میگیم، لیکن در اصطلاح شرع به معنای انتظاری میآید. یعنی عده هم گویم به 5 قسم تقسیم می شود. عده زنی که حیض می بیند حسابش دیگره. عده زنی که حیض نمی بیند انتظاری بگیم یا حساب این دیگره. عده زنی که حامله دار است ایرا عدهش دیگر است. و عده زنی که وفات میکند شوهرش اینا حسابش دیگر است. و پنجم زنی که تا حال با مرد با او همخوابه نشیده است یا خلوت صحیحه نشیده است، ایرا انتظاریش یا عدهش دیگر است. خواهرای عزیز، اولا من برای شما زنهایی که شوهرهاشون از دنیا میگذرن اینها چی مقدار، یعنی چقدر وقت باید که پشت سر کنن انتظاری کنن که بعدا میتوانن که شوهر دیگر کنن؟ خداوند در سوره بقره آیت 234 خبر میتید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و عشرا. خدا میگد که هرگاهی که زنی را که شوهرش از دنیا گذشت، وقتی این زن خواهش پیدا کرد که شوهر دیگر کند، 4 ماه و 10 روز نگاه میکنی، بعدا انشاءالله تو حقی شوهر کردن داری. این برای زنهایی که شوهرهاشون وفات کرده است. برای زنی که حیض میبیند، خب حساب این چگونه است؟ این زن باید چی مقدار بستد؟ الله مهربان در سوره بقره آیت 228 میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. الله مهربان میگوید که هر زنی که اگر یعنی زنی جوان است، یعنی زنی که حیض میبیند، بیماری ماهانه دارد، وقتی از طرف شوهر که طلاق کرده شد برای شوهر دیگر برآمدن، این زن باید که 3 حیض را 3 قروء یعنی 3 حیض را باید که سپری کند. بعد پاک شدن این 3 حیض این زن میتواند که شوهر دیگر کند. برای زنهایی که اونها حیض نمیبینن، یعنی خون نمیبینن، به خاطر سین سالشون ممکن بالا رفتگی و پیران سال بدن،
خدای مهربان در سوره طلاق در آیتی والله اعلم 4 خبر میتید که فعدتهن 3 اشهر، زنهایی که اگر به شرط خون نبینن وقتی پیران سال باشن، اینها وقتی که میخواهند شوهر کنن، بعدی که شوهراشون اگر طلاقشون داده باشن، اینها 3 ماه بعد طلاق شوهر میگذرد و میتونن که شوهر کنن. زنهایی که اگر به شرط در حالتی حامله بودن، یعنی در شکمشون حمل داشتن، فرزند داشتن و از طرف شوهراشون طلاق شدن، دیگر مقصد او شوهر خواهشی دیگر با این زن زندگی ندارد، ایرا حکمش چگونه است؟ این چی مقدار باید بستد؟ خداوند در سوره طلاق در همین آیت 4 خبر میتید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. خداوند میگه مدت عده پاییدن زنی حامله دار همون حملش است. وقتی که اگر همون فرزند که تولد کرد، همون نفاسی را که عادت دارد، همون خونروی که بعد فرزند است، همون که تمام شد، این زنم میتواند که شوهر کند. ولی پنجم صورتی را که گفتیم مرد تا با او داخل شدگی نباشد، اگر این همخوابه نشده است و او را طلاق داده است، این چی مقدار است؟ این را الله مهربانم در سوره احزاب آیت 49 میگه یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونها. خدای مهربان خبر داد که وقتی که زنی را که نکاح میکنیم و تا حال او را خانه نآوردیم یا تا حال تویش نشده است یا تا حال با او همخوابه نشدن، این حالت در یکی مبادایی که یگان نامی بدی همون دختر میبراید یا در بین مقصد یگان نافهمی میشود و این مرد مجبور میشود که مقصد باید طلاق تید. این حالت در یعنی این زن ایده نمیپاید. این 5 صورت بود خواهرای عزیز که من برای شما بیان کردم، ولی مهم این است که شما دیدین که هر یک ایده که برای زن خواهیز میبیند، خواهیز نمیبیند، مثال شوهر وفات کرده است، حامله دار بود، با او همخوابه نشده او را طلاق داد، بینیم با آیت های قرآن ثابت است که این زنها باید همین مقدار روزها را انتظاری کشن و بعد شوهر کنند. اگر مبادایی که هر کسی که این روزها را انتظاری نکرد و اهمیت هم نداد و خلاص در حال مرد آمد نکاح کد گرفت، نکاح اینها فاسد است، زندگی اینها حرام است، از روی قاعده و قانون شرع باید که در حال نکاح اینها را بیکار کنند و زیرا که زندگی اینها زندگی حلال نیست. زندگی که حلال نشید خواهرای عزیز، هر آینه چی می شود؟ هر آینه فرزندی هم که به دنیا آمد او فرزندی حلالی نیست. در این مسئله بسیار بسیار با اهمیت باشین خواهرای عزیز، مسئله بسیار مسئله جدی است. یا 1 ماه از مثال بعد طلاق می شود، این هم بدونین. یعنی هست مردهایی که 2 سال 3 سال شما را تماما از حالتون خبر نگرفتن، لیکن شما در نکاحشون بودین، بعد وقتی که 1 سال گذشت 2 سال گذشت شما را طلاق کردن، انا از روزی همون طلاق عده را حساب میکنین. این حساب از اون نمیشود که مقصد 1 سال و 2 سال مرا خبرگیری نکرد شما همون را حساب کنید و حساب نمیشود. همه وقت عده انمو انتظاری بعدی طلاق میشود. بگذار 2 سال گذشت، 3 سال گذشت، 4 سال گذشت، لیکن وای حساب نمیشود
این روزهایی که این آدم شما را خبر نگرفت، به شما اهمیت نداد، نفقتون را تأمین نکرد، این بدبختی همین مرد است. این آدم در پیش خداوند برای این رفتار نادرست و برای این حقوقی تر پایمال کردن پیش خدا جواب میگد. ولی حساب عده شما همیشه از بعدی طلاق به شمار می رود. انا همین بسیار جدی هست، بسیار همین چیز اهمیتی. هیچگاه به این بی‌پروایی داده نشین که بعدی مثال شوهر کردن 1 ماه بعد و 2 ماه بعد شما در حال مقصد نکاح کنین، یا 2 ماه گذشت یا 2.5 ماه گذشت در حال مقصد شما دست به نکاح زنی که زندگیاتون حلال نمی شود. خدای مهربان شما را توفیق دهد و الله مهربان این عدد طلاق در این جمهوری ما کم گرداند. خدا زندگی های شما را نیک و زندگی های شما را خوب بگرداند. سلام علیکم و رحمت الله